سال به سال شماره سگ‌های بی‌صاحب در منطقه کӯлоб افزایش می‌یابد. تنها در سال 2024 بیش از 900 نفر در نتیجه گزیدن سگ‌های دایدو آسیب دیده‌اند. برای پیشگیری بیماری ҳорӣ مقامات مسئول امگذرانی سگ‌ها را انجام داده‌اند. با وجود این سال گذشته در ناحیه شاهین و همدانی 2 مورد گرفتارشوی سگ‌ها به بیماری ҳорӣ به قید گرفته شده است. در دو ناحیه ما این سال به قید گرفتیم، همون ناحیه همدانی و ناحیه شهری شاهین از سگ‌های نامعلم. بچه خاطر که این ناحیه همسرد هستند، ممکن که از اون طرف آمده باشند. سگ‌های مبتلا به ҳорӣ نه تنها به ساکنان بلکه به حیوانات نیز حمله کرده اند. در ناحیه همدانی یک نورس بر اثر بیماری ҳорӣ به هلاکت رسیده است. پدری همون کودک دو اندورو را گذرانده، سیم دفرش ده، همون کودک گفته خودت برا بگذران بیو. بچه یوش رفته، پدرش وقتی که میپرسش گفته که سیم اندورو را گذرانده. به همین خاطر وقتی که سیم اندورو را نگذران، حالا که کسل در وجودش پهن شد، آورده به فوت هم کودک رسوند. عین حال در شهر و نواحی منطقه بی‌ضررگردانی سگ‌های دایدو ادامه دارد، ولی مسئولین اعتراف میکنند که جای و امکانیت نگاهبینی آنها وجود ندارد. بسیاری و سوی بودن گشتگزار میکنند بیماران باید شخصا اما نسبتیم و جای پرتابگوش از نوعیت بودتر است. سگ‌های بی‌صاحب بیشتر در بازارها و مکان‌های سیر آدم جمع می‌آیند. با گفته رئیس ناحیه واسع سبب اساسی این وضعیت جستجوی غذا است. در سال 2024 در شهر کӯлоб شماره زیادی سگ‌های دایدو بی‌ضرر گردانده شده‌اند. 450 سگ‌های دایدوی بی‌صاحب بی‌ضرر گردانده شدند. این سال هر ماه آخری ماه هم یک هفته آخر بعد برآمده سبب بی‌ضرر گردانی میکنند. مقامات میگویند یکی از سبب‌های افزایش سگ‌های بی‌صاحب در شهر واریدشوی آنها از دهات اطراف است، ولی تاکنون برای نگاهبینی آنها مرکزی مخصوص وجود ندارد. بنابراین نصب کردن سگ‌ها راهی اساسی کم کردن سرشماری آنها باقی میماند.